سلام، خیلی مخلصم. 13 به درتون به در باشه. اومدیم یکم تیراندازی کنیم کنار علی آقا. حاج حسین هم بگیر آقا مهدی. حسین هم انشالله تو رو بگیره. آقا میخوایم یه چند تا تیر بزنیم، امیدوارم که بهش بخوره و ضایع نشیم. یه بطری هست اونجا آویزونه، فکر کنم فاصلمون تقریبا 15 تا 20 متر. حالا شواهد مشخصه، انشالله که بهش بخوره. نخورم چیزی از ارزش‌های ما کم نمیشه. ساچمه‌هاش هم 5.50 دقیقه. خیلی مخلصم. نگاه کنید، سابسکرایب، لایک به دوستاتونم حتما بفرستین که اونا هم ببینن. خیلی مخلصم. من الان برم رو حامد. خورد؟ خورد آوری. اون میخوره. چرا نمیخوره؟ هنو نخورده. ایشالله که این میخوره. کتونی همو میزنم وسط، این میخوره. کتونی هاشو پوشی. ولی علی دمت گرم که حامی من بودی تا این لحظه. اسپانسر برنامه‌مون آقای علی نزده هستم. مرسی واقعا. موتور رو میذارم وسط. موتور رو گذاشتم. موتور رو گذاشتی سر موتور. بخوره موتور رو وقفش میکنم. خورد. خورد ولی آب نیومد. موتورم نمیدم. خورده؟ یکی دیگه بزنم. موتور برای من شد. سر موتور زدم خورد. حالا توی تصویر هست، شواهد مشخص، خورده، صدا هم داد. ولی خب اینو انشالله میزنیم که انشالله سوراخ بشه. بگو سر چیه؟ سر موتور؟ تیشرت همو میذارم. تیشرت انشالله سایزش به من بخوره. سر تیشرت علی. خورد. چرا این جنس این از چی این بطریه؟ جنسش چطوره؟ اسخوته یعنی مشتیه اسخوته چرا سوراخ نمیشه؟ میدونی سرا نشون بدین آقا. چرا سوراخ نمیشه اون لامصب؟ اینو میزنم انشالله این سری میخوره. خب علی اینو سر چی بزنم؟ سویچ مغازه، ریموت، موتور، ماشین، کتونی، نه عینک. یه اینم باید در نه میارم. اونو دیگر نیا. دیگه باید بزنم. یه رنگم موقع تو. سر ماشینت هم بزنیم. ماشینم میذارم وسط. ماشینم گذاشت وسط. نمیخوره. نمیخوره. منم سرگشته حیرانت ای دوست کنم یک بار جان قربانت. سلام ترکوندم. بیا 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 بیا. نگاه آقا یه دقیقه بیا جلو بیا جلو. جرش دادم داداش جرش دادم. حالا ما در توانمون این بود که حالا چند تا تیر زدیم ولی خب اولیه رو نزدم که یکم تایم ویدیو بره بالا. نه اینکه بخوام
جو دادم. واقعا خواستم یکم بیشتر کنار هم دیگه لحظات خوشی رو سپر کنیم. علی بیا اینجا. اون ماشینی که علی. بهت پیشنهاد داد به خاطر این علی بکنم ماشین تو زدی. دادی، مغازه تو دادی، موتورت دادی، جورابت هم دادی، ولی من به خودت برمیگردم داداش. عشق داداش بگو سابسکرایب کنن، بگو لایک کنن، لایک کن چقدر بخشنده هستی. عشق من لا خیلی مخلصم.